وقتی شهر شلوغه این نشونه خوبیه، برای حداقل تو کار ما نشونه خوبیه. ترافیک خیلی زیاد شده توی دبی. نظر در مورد این ترافیک چی؟ یعنی میتونیم ما داریم به سمت کلان شهر میریم، این اتفاق ترافیکی که زیاد میشه برای ما خوبه، بده؟ برای ویژن 2033 که دبی داره جمعیت باید تقریبا 2 برابر بشه تو این شهر. ترافیک سال 2020 رو نمیتونی با سال 2024 25 مقایسه بکنیم، ولی از اون طرف باید نگاه بکنیم حجم ساخت و ساز و گسترشی که توی جاده ها داره اتفاق میفته رو باید بررسی بکنیم. این شهر یه سری گره ترافیکی داشت، دقیقاً دست گذاشتن رو همونا و دارن شدیداً توسعه میدن و این گره ها رو دارن باز میکنن. یعنی همین اتوبان الخیل رو اگر شما نگاه بکنید، حد فاصل دبی هیلز استیت تا SLS تاور شما ببین چند تا پل فقط تو 6 ماه گذشته زده شده. یعنی یه وقتایی آدم اینقدر سرعت این ساخت و ساز هم زیاده، آدم اگه مسیرش هر روز نباشه شاید اصلا حس نکنه، یه موقعی مسیر رو اشتباه بریم. من اینو اتفاق مثبتی میبینم، یعنی اینکه این پلنه داره اجرا میشه، جمعیت داره زیاد میشه. دبی هم همیشه نشون داده که برای هر مشکلی یه راه حلی از قبل پیش بینی کرده.